کجیر گیپک اشته هوشیاری اشته هوشیاری به نام خدا چی ایویه شهر افغانستان سیلور دیشتگی نه من اشته دل دارم بالا شدم خیلی تو دل داری بیخی چی رقمه؟ میفهمم بچه اگه پاتو برخشه چگار میشه؟ با خاک که نمیفتکم من خاک به زبون تو میگوری ترسیل میبره جایه برف نکده باریش کده کجیر بیایم اینجا که خیلی و بندازیم خود بیایی نمیبره بابا بیکاره او که شمار ببره چه کار الان نمونه فسق میزنی؟ فسق ندارم میگم این کجیر بچی من ندیدی؟ نه چلی؟ از سر صبح از خونه به در شدم تا هر چی که میبری بر میپرسم از هر کس میپرسم میگم ما او ندیدی تو ندیدی بود؟ واه صبح از ساعت 9 بجه صبح تا حالی گمه نه الان نه ما که از مود تو از کجا طرف میدی؟ از این بعد 2 ساعتی میشه گوسفندار میچرونم ندیدم ندیدی؟ او گم نمیشه او بچه شما گم میشه چه کنم با خدا مادر همه سر سرگردون این سر بدی سر پیش شما نتصم همین تبرین گم شین او گم نمیشه دل جمع باشین تو همون داماس گریب مرا ببوره بیا توش کنم اون بزر کنم بشکر کجا بیدی کسی؟ به پول پشتو رفته بیدیم من او گیپک و گیلک آدم سو تو پول پشتو رفته بیده از 3 نفر ایسته سلمی عباس میته با پول پشتو سیل نموده تو با تا سر به استاده میشدی ای بابا تا سر تو استاده میشد بازم ما به زیر هوا بودیم خب بیار تو که از صبح نفسی بیری شد دلبندی بفتاد بازی کوچه برو بازی کوچه برو بازی جاده برو بازی جاده بستم زمینه و دی و محل همه چپه و راسته که تو پیدا نکرد نه بابا خدا برستی بفهم که بگی ما پول پشتو تو از سقف بالا میکنه به دیوار میزنه انی پیاتو با بیلا بالا میته میاندم از نگاه بشیدم اشته مزه داد حالا که باید لطه هم بخیری مزه میده خاک برنگ تو شه تو گفتو وقتاری بری ما کو پیا الله داره که بر مسئله تو هم نگفتی پیار خو ایش کدوم بله شونا خور چپ کنیم به خونه رفتیم عباس دل نمیته به پیار تو نسوخ ما گوسفندار میچرندم باور بگو بگم یاد ببریم دیمه که بیگفتیم بیالا تو خدا رسکی به گریه شدی داری بیار بردم خرابیه که زن من نشگریه خویه میته آدم بیعقله تو کوشیار یا که چرا تو هم نگفتی نیه کی بیعقله تو همه من طور میگم ما کی به شما مادر تو بگو کی بگو حق برنگ کی که از گلنی راستشون به دیار میگرد تو کوشیار یا مکتایم من میفتکم مکتایم دست پیار نبگی پیار خون نگی ما پول پشتو بود من به تو بگفتم که تو هم وقت بکنه که نواتور بگه کمر تو نرسه بگو من مرغ جندو مر ببردم که بندی کنم تو سیگوی این به ما بدتر دامه تیار میکنه خیلی دل مستقل پیار تو امیت نفسک نمیزد عباس ببرین دست پیار من بگی پوست من میکنه چی بگم برای کجی تو بیایی بل موت ازیلا گیپا تو برو برو سرا خبر بده اگه تو نبینم به پول پشتو بری برو قایم شو نه من بدی دکتر نه من تو بدی دک نه تو بدید فقط پیار از این بدید دک بیچاره دل نبری بس تو خمیت به تمثال نبگو به چی ما کجا بوش من تا بچه‌ها من زاد سر شما غرق میشونیم آخه اونجا جایی که شما به تماشا برین همون سر هم نبود همون سر هم بود که اندازه درختان با اندازه درختان مردم خیلی
دیدی بیامدم. کاش که خود یک آدم هوشیاره که بره که حداقل شما دو نفر که هوش بکنه. خب من که هوشیاریم نام خدا نیو. این گفت اکبر می که هوشیاریه. راست میگه. برو خونه رو خود یزی برو به سراغ برو که پیار تو سر سرگردون به دیو منطقه برات بله نگرده. من چه پیات تو خودم ببینم خود اون سلات میشه. شاید هم شهر رفته باشه پیار تو. که بگو بفهم که تو خود یزی به سل پر پشتو بردی کجیره. سه ایگو بیا برای تماشا کنیم. خب پیار کنه پیار خودش رو خود خرید با ما خرج کرد. پیار کنه به که تو گفتی. میگه تو که فقط گنبد خونی مونه. چی میفهمه بیعقلی اومد. دروغ میگه هوشیاریه باید. بعد که یار هوشیار شدم. هوشیاره با پا مالمون. گیپک باشه بله از این یا برو به سراغ برو که تو گیپک کجی تو سه که از این دیوال کشیده من میگم مثل کن که گیپک برای خبر خوبی بیاره. خبر خوبی. من همینجا میشینم. برای راه چیک کنه. آماره بگیر از تو برو از یورا برو برای عباس برو. من دیگه من میفته خواب به زمان تو دیگر به اون میکنه. ما که ایشکی نداره کمر بزنم. و علیکم کجا بیدی از تو؟ خود کجیر و گیلک اینا برفتیم پول پشتو. به پول پشتو؟ بلیا. به چی کار به پول پشتو؟ به تماشا سیل امیت سیل نایمده بود. گیپک از صبح تا به حال اپا چایا صبح مدت تو میگه گیپک از سرا بیری شده تو حال نمازدگر نمازشون شده تو حال تو به پول پشتو بدی گوشنه و توشنه بسته همین دیر ما اپا بیری کردیم ما ماستون بزیو خلا برو کور شد مادر تو اگریه کرده و گیشته به پول پشتو بدیم گوشنه نبیدیم کجیر به ما شور خود خرید. خب شور خود فقط شما به شما مرغ خیلی خریده آخه تو چی مرگ مفاجار میایی به پول پشتو زدم اینجا میفتدی به تحصیل میفتدی تو تلنگ میدادم یک دم خود تو زیر پا تو یک دم لنبیش میکه قوم دگی من چی خاک سیاه به سرخو میکردم آخه هیچی گفتم بیایم بریم به تماشا سیل دگه ما برفتیم هر که به تو گو به هر جا جلو شاید تا پسلام علیکم تا هم میری نه دگه رفیق بودیم ما برفتیم دگه رفیق بودیم آخه تو که انو به جسو برفتی بودی میامدی به مادر خو میگفتی که مادر جو من برم به پول پشتو یا به ای بر یا به ای بر آخه تو از صبح به در شدی حال شوم شده تو حساب کن که چند ساعت میشه تو به چی نادون گومی بابا ما اکا نبودم ما گیلک و کجیر به 2000 نفر به تماشا آلی ببخشیم بابا دگه عجیبت به هر جا برو میگم به شما دگه میگم همین تو میگی 2000 نفر به تماشا سیل آماده بود وقتی که تو خدای نخواسته میفتدی به تحصیل تو رو میبرد همین 2000 نفر هم یک نفر خود جرأت میکنه که بندازه تور بالا کشه اصلا تو به تعمیر سیل دیگه پیدا میشدی به تعمیر لایا نه خب این گپار هم میفهمی بازم وخیستی برفتی خودی یک دیونه ساده نافهمی یکی هم که به وجود خود از تو خودتره آره برفتیم دیگه چه کار کنیم تو برو به سرا برو تو برو باز من بیام فکر تو دارم برو خوب. برو جلوشو برو که از صبح تا به حال من دلبند خود بخوردم که تو به کجایی تیز رو به تو میگم تو شرم آیا نداری از می تنه خود تو چی آخی حاصل از تو ایشتمی بچه نادو نوردیستی خود یک بچه رمضان ببردی به سیل آخی ما از تو پرسان کنم خدا تو نخون نده که خور بکارونی آخی گردن ما بند باشین این لیلا براره من اگه من لنگم آورده باشه من یک گیفه نداشتم کجی با ما سو وقت بیام دمه که چایار بخوردیم انا گفتک بیا بریم گیپک کلمار میدانیم بریم به تماشا که دیشب بارش باریده جالب بریده سیل آماده مردم 2000 نفر هسته بیا بریم اسب هم هست اونجا به کرایه میدم من بابر داغ تو هم مثلا نمیتونستی بیای بدم سرما بگی کمی بچه تو میروز با من میتونم میگم ببرم به کنار رود ببرم زدم یک دمی بتام او میفتاد کی بالا میکشی ما تو رو میتیلا میکردم من نه بابر رو کمی پست جون تو را جون تو میکندو چرا من دل گرده خورما و مادر از صبح بخوردیم تا حالا آخه تمام همین قوم خیش رو یک سرای زنگ و زنگ بازی داریم تمام دیار ما بگشتیم برات از کی عربی چی شو حالا کم بیا ما دکل سعی میکنیم ما برات دیدیم بس سیل رفته بودی کی بود تو گفتی میدم این کارو بکن من نبردم من عقل من نمیآید عقل تو بنون خوردن میاد که لقمه چرا برمی‌داری بچه عقل تو بنون خوردن میاد ولی بچه خال بگا چرا برمیبره آخه اگه تو جلب نشی اونا کی میرم تو جا من بلدم پول فشتور اشته بلد نی
اشته بلد نی پس اینا اشته رفتن خودتو اشتباه رفتن کجیر جلب روی میکنه کجیر میگه گیلک بر برده تو میگی دراغ میگونه برو از عباس بچینم از اون نای بپرس من مجبور نکو که اگر چی بابا نکردم باور بکن که به تو پوست نگاه نمیدارم مگر بری تو یک مادر تو چرب کنه تو چره سیل آمده برفتم مردم لکه برفتم ما برفتم ما بردم با شما میگم تو کی تو میتونی میگردی میگه چهار تا جمع میکنی میبری یک رو به سل میبری یک رو به زیبر یک رو به زیبر میبری اینجا یک رو به سر گل بزی میبری یک رو به سک جنگی میبری یک رو به شغالگیری میبری تا عاقبت همین رقم میشه چرا نمیری به خود کار میکنی تنی تو دگادی بیشتر مو چی بشه خو شغالگیری میره به خاطر گناهکاری میکنه شغالا خود اندازه بغله مرغا رو نبره تو چه کاره اینجا که شغال خور بغل مشو همه تو نه تو چه کاره هستی که اینجا خور شغال اینجا نندازه خور بتا حرکت کو حرکت کو حرکت کنه که تاری مستقی نکن که خون به وجود شما ده با خودم میفهمیدم این مدرسه به تاثیر برو که باور بکن برو که باور کنم یکی مقدار ساعت رو بدار میکنم اگه یک دفعه دیگه بچی من خود خوب بری باز با خودت تو کار بزن سرکلی تو سایکو برو به خود دست نرسته بخیر گرفتا با شاگل با براتونه بچه تو خب بچه تو برفته دیگه حالا میبرد اگه خرج خود کم میشد گیلک بگم بس نکو برو دیگه برو مادر تو بیچاره جیگر کنده شده تا بشور رخت رخشیون این پخته داره میاره به شکم تو بیننگ میکنه نه بیننگ با خوب پیدا کو با تو فقط به زرگری شیشته ای هی رنگ تو با خاک شه بخیر رنگ تو به خاک شه تو بسته که همونجا که من بیایو مردی بیام بسته که مردی بیام بسته که مردی بسته که